مخوفترین جنگنده روسیه که در سال 2019 از اون رونمایی کردند. روس‌ها ادعا می‌کنند از F-22 امریکایی برتره. جنگنده ی نسل پنجم سوخو 57 دو جایگاه حمله موشک داره و سقف پروازش 20,000 متره. بیشینه ی سرعتش به 2120 کیلومتر بر ساعت میرسه و تنها قسمت جلویی اون کاملا رادار گریزه، در حالی که قسمت‌های میانی و پشتی اون در رادار کاملا قابل رؤیت هستند که همین امر هم باعث شد هندی‌ها و اماراتی‌ها قرارداد خریدش رو لغو کنند. گرچه سوخو 57 14 سال بعد از F-22 عملیاتی شد، ولی نه از لحاظ سرعت، نه رادار گریزی و نه امکانات جنگ الکترونیک در قواره‌های F-22 نیست، ولی مانور پذیرترین جنگنده جهانه. نظر شما چیه؟ حقایق شگفت انگیز جهان رو در دانستنی استار مشاهده کنید.